دقت بکنید بچه ها، اون چیزی رو که ما داریم اینه، یه مدل دیفرانسیله که یه سری شرایط اولیه و شرایط مرزی هم داریم و ما هیچ چیز دیگه ای به جز این مدل دیفرانسیله در اختیار نداریم. اینجوری فرض بکنید. خب ما داریم مسئله رو خیلی سخت برای خودمون تعریفش میکنیم دیگه. یه مدل دیفرانسیل دارم، هیچی دیگه ندارم، یه شرایط مرزی دارم، یه شرایط اولیه دارم. خب من یه شبکه عصبی هم در کنار دستم دارم که این شبکه عصبی ترین نشده. شبکه عصبی من ترین نشده. شبکه عصبی من فقط معماریش رو چیدم. یعنی مثلا گفتم اینقدر لایه دارم، اینقدر نورون تو لایه اوله، اینقدر نورون لایه دوم، اینقدر نورون لایه سوم. این کلیت این شبکه عصبی من. حالا من دارم ادعا میکنم که این شبکه عصبی میتونه این مدل دیفرانسیل رو حلش بکنه. یعنی چی؟ یعنی این کلامی که دارم میگم منظورم چیه؟ مفهومش چیه؟ اینکه این شبکه عصبی جواب این مدل دیفرانسیل قراره بشه یعنی چی؟ یعنی این شبکه عصبی بتونه این مدل دیفرانسیل و شرایط مرزی اولیه منو ارضا بکنه دیگه. درسته؟ یعنی وقتی که این شبکه عصبی رو برش میدارم میرم میذارمش داخل مدل دیفرانسیل من، جواب بگیرم، یعنی واقعا جواب این مدل دیفرانسیل بشه. اگر بتونیم شبکه عصبی رو به اونجا برسونیم که چنین قابلیتی داشته باشه، میتونیم ادعا بکنیم الان این مدل دیفرانسیل رو حلش کردیم دیگه. یعنی شبکه عصبی شده جواب مدل دیفرانسیل. حالا یکم بیاید در مورد خود این صحبت بکنیم که اصلا یعنی چی. یعنی موقعی که شبکه عصبی میشه جواب مدل دیفرانسیل چه اتفاقی داره میفته. وقتی که اینو یکم درکش کردیم، حالا بعد به اینجا برسیم که این شبکه عصبی برای اینکه بتونه بشه جواب مدل دیفرانسیل باید چه اتفاقی بیفته، باید چه پروسه‌ای رو طی بکنیم که این اتفاق برای شبکه عصبی بیفته. خیلی خوب.